سلام، فرنوش هستم. من و اتفاق خانواده‌ام به دلیل اتفاقاتی که 10 سال پیش توی کشورمون برامون پیش اومد مجبور شدیم کشورمون رو ترک کنیم و به کشور ترکیه پناهنده بشیم. من قبل از اینکه به ترکیه بیام مشکلات تیروئید و دیابت داشتم، ولی به علت نداشتن بیمه درمانی و تمکن مالی که تو ترکیه نداشتم نتونستم هیچ گونه پیگیری و درمانی اینجا انجام بدم و بعد 10 سال که دچار مشکل شدم، دکتر الان برام تشخیص سرطانی شدن تیروئید داده و باید هرچه سریعتر مورد جراحی قرار بگیرم و بعد از اون درمانم رو شروع کنم. ما با وجودی که پرونده سازمان ملل و پرونده پناهندگی در سازمان ملل و اداره مهاجرتمون مورد تایید قرار گرفته، ولی هیچ گونه کمک و بیمه درمانی و رسیدگی از طرف سازمان ملل بهمون نمیشه. این مشکلات فقط به مختص ما نیست، برای همه پناهندگان ساکن ترکیه هست و من با وجود الان از شما درخواست دارم که هر چقدر که براتون امکان داره این کمپین منو به اشتراک بذارین و کمک‌های مالی شما هر چقدر هم کوچیک باشه میتونه کمک بزرگی برای من برای دریافت درمان و هزینه‌های درمانم باشه. ممنون از اینکه وقت گذاشتین و فیلم منو تماشا کردین.